سرایم خاک کفیم اوی حسین است. آی سمی، قراره در خصوص فرض محالی صحبت بکنیم که امروز دیگه محال نیست. یه فرض محالی که شاید برای هممون جالب باشه که اتفاق بیفته. فرض کنید یه روز بعد از یه روز خیلی سخت میرید خونه، آقا امین شما پسرتون در براتون باز میکنه و بهتون میگه که پدر مهمان داریم. شما پرسجو میکنید که مهمون کیه؟ خودش هم انقدر منقلب این موضوع هست، برمیگرده میگه که آقای امام حسین و حضرت عباس داخل حال روی مبل ها نشستن و گفتن که برید بگید علی آقا بیاد، ما میخوایم باهاش صحبت بکنیم. آقای امام حسین و حضرت عباس رو ببینید چی کار میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والا ما چشم باز کردیم، بچه که بودیم مادرمون ما رو با امام حسین ابوالفضل آشنا کرد. ما از بچگی میرفتیم تکیه محله خودمون براشون سینه بزنیم. اول که باید دست پاشو ببوسم، من اصلا نمیتونم سوال بکنم، باید دست پاشو ببوسم و اگه ایشون بتونه یک دعا هم در حق ما بکنه که ما کیف میکنیم، ایشون رو بغل میکنیم، گریه میکنیم و از اینکه اومدن خونه ما به ما افتخار دادن، چی میگن، یعنی میشه گفت که بالاترین آرزوی ما در است برآورده شدی. چون ما تو منطقه هم که بودیم، خب تک کلام ما ابوالفضل بود یا حسین بود. حالا وقتی که اون زمان شهادت ماشین صدا میکردیم، وقتی ایشون بیاد خونه ما جز گریه و خوشحال کار ندیم بهشون بکنیم. آقا رو ببینید ازش چی میخواید؟ فقط میخوام ما رو شفاعت بکنیم. دوست دارید آقا بهتون چی بگه علی آقا؟ میگه وقتی که حضرت مهدی اومد قیام کرد، باید مرد و مردانه چون 8 سال دفاع مقدس کنارش باشی. ما میگیم چشم. آقا بهت میگه که علی آقا هر جای این دشت کربلا اگر بخوای میتونی باشی. کدوم صحنه رو انتخاب میکنی؟ کدوم شخصیت رو انتخاب میکنی و دوست داری جای کدوم شخصیت باشی یا حتی در کنار کدوم شخصیت باشی؟ حالا اینکه آقا ما رو انتخاب بکنن برای عاشورا که دیگه افتخار از این بالاتر ما نداریم. خب دوست داشتم در کنار همینا که شهید شدن باشن، چه همینا برگزیده خدا بودن که موندن، خودشون رو قبول کرد، تمام اینا کنار امام حسین موندن، ما هم کنارشون میموندیم. همونطور که در شب عملیات کربلای 5 بود، تو یک محوری بود به نام کانال دریاچه ماهی، آنجا وضع بسیار سخت بود. یه سری داوطلب میخواستن، فرماندهگردان گفت داوطلبا بیان جلو. درست شب عاشورا بود، گفت بچه ها اونا که داوطلبن بیان جلو، اونا که الان میخوان برن چون موضوع خیلی سخته. که با توکل به خود امام حسین، با توکل به ائمه اطهار، ما تونستیم در اون شب روسفید از این پیمانی که بسته بودیم با حضرت امام روسفید خارج شدیم اونجا. حالا سعی میکنیم که در عاشورا هم کنار آقا همون تلاش میکردیم که در کربلا 5 کردیم. اگه آقا ازتون بخواد که براش یه شعر بخونید، یکی از اون مداهای جبهه‌ایتون بخونید، یه مدحی بخونید، یه ستایشی بخونید، دوست دارید که در مقابل آقا کدوم یکی از اون ابیات و شعراتون رو بخونید؟ والا این پایان جنگ تحمیلی بود، حضرت امام صلح قبول کردن، ولی یه گروه در داخل کشور بودن، گروه نمیتوانیم، که اونا چوب و چرخ میذاشتن. دشمن حمله کرد تا نزدیک اهواز رسید، مسئولین رفتن پیش حضرت امام گفتن دشمن رسیده نزدیک اهواز. اونجا امام با 2 خط جنگ سرطه کرد، به سردار صفوی گفت و حاج احمد آقا اینو نوشت: اینجا نقطه حیاتی اسلام کفر است، یعنی نقطه شکست و پیروزی.
یا اسلام است یا کفر. متر به متر باید بجنگید. هیچ عذری از هیچ کی پذیرفته نیست. اینجا نقطه است که سپاه ممکن است حیات پیدا کند یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده باقی بماند. اونجا این شعر ما میخوندیم: امری نما روح خدا، ما به فرمانیم امام. هستی من در راه تو بر سر پیمان، تا پای جان باشیم و ما اندر این میدان. گردیم با یاران اگر ما به خون غلطان امام.